سلام، سمانه رجبی هستم، ماما و درمانگر جنسی بانوان. اگه برای بار اولت هستش که وارد کانال من شدی، این ویدیو رو لایک کن، با بقیه به اشتراک بگذار و کانال من رو سابسکرایب کن. دکمه زنگوله رو هم روشن کن تا ویدیوهای جدید که آپلود میشه بتونی ببینی. همچنین پیج من رو توی صفحه اینستاگرامم فالو کن و اگر سوال داشتی یا احتیاج به مشاوره داشتی اونجا بهم پیام بده تا برات جواب ارسال بشه. موضوعی که میخوام امروز در موردش صحبت بکنم موضوعی هستش که طبق آمارها 30% از آقایون جهان دچارش هستن. ممکنه که این مشکل نگرانی هایی رو برای شما ایجاد کرده باشه که در طول رابطه باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید. این موضوع انزال زودرس هستش. خب انزال زودرس یعنی اینکه آقا در کمتر از 1 دقیقه به انزال میرسه و این باعث میشه که خانم توی رابطه احساس رضایت نداشته باشه یا خود آقا هم احساس رضایت نداشته باشه. زمان چرا اینجا اهمیت داره که ما بگیم کمتر از 1 دقیقه؟ زمان از این جهت اهمیت داره که این زمان کم میاد و روی رابطه شما تأثیر میگذاره، روی کیفیت رابطتون تأثیر میذاره و باعث میشه که یک جور عدم رضایت از رابطه بین شما و همسرت یا پارتنرت ایجاد بشه. ممکنه روی اعتماد به نفس یک سری از آقایون هم اثر منفی بگذاره. خب این مسئله هستش که باید بهتون بگم که فقط شما نیستی که دچارش هستی. همونجوری که گفتم خیلی از آقایون دچار این مشکل هستن. ولی آیا سوال اینجاست که آیا این یک جور اختلال محسوب میشه؟ جواب اینه اگر تکرار شونده باشه این موضوع انزال زودرس به کرات داره تکرار میشه، روی رابطه شما داره اثر منفی میگذاره، باعث اضطراب شما، نگرانی شما شده، اینجا یک علامت هشدار، زنگ هشدار هستش و شما باید مراجعه کنین به یک سکس تراپیست برای اینکه ببینین علت چی هستش تا برای درمانش اقدام بکنید. دلایل زیادی وجود داره که آقایون دچار انزال زودرس میشن. من اینجا میخوام به شما توی این ویدیو 5 تا از رایج ترین دلایلش رو بهتون بگم. اولین دلیل این هستش که آقا میخواد سریعتر ارگزم و انزال براش رخ بده و همین باعث استرس آقا میشه و کنترلش از دست میده و دچار انزال زودرس میشه. مورد دوم استرس و عزت نفس پایین هستش یا تجربیات منفی گذشته که آقا داشته منجر به انزال زودرس میشه. مورد سوم این هستش که آقا ممکنه دچار یک سری مشکلات هورمونی بشه، مثلا هورمون تستوسترون درش پایینه که باید از لحاظ پزشکی و طبی بررسی بشه. مورد چهارم ممکنه که آقا اولین باره که داره وارد رابطه میشه یا زوجینی که برای بار اول هستش که دارن رابطه جنسی رو تجربه میکنن، همین باعث میشه که آقا دچار یک هیجان خیلی زیاد بشه و کنترلش رو از دست بده و دچار انزال زودرس بشه. و مورد آخر زندگی مدرن و پر استرسی هستش که خب همه آدم ها درگیرش هستن و همین منجر میشه که انزال زودرس هم رخ بده برای بعضی از آقایان. این 5 تا مواردی هستن که بسیار رایج هستن در ایجاد انزال زودرس. اما خبر خوب این هستش که انزال زودرس قابل درمان هستش و این مشکل قابل حل هستش اگر که آقا مراجعه بکنه با یک سری از تکنیک ها قابل درمانه که در ادامه من یک سری از تکنیک ها رو به شما خواهم آموخت. خب چند تا راه برای کنترل انزال من خواهم گفت به شما. اولین مورد این هستش که استرس و اضطرابتون رو تا جایی که میتونین باید مدیریت بکنین و اگر
شرایط به صورتی هستش که شاید ممکنه استرستون انقدر زیاد باشه که اصلا احتیاج به یک مشاوره و یک روان درمانگر داشته باشین و هیچ ایرادی نداره حتما مشاوره بگیرین، برای اینکه شما اگر این مشکل استرستون رو حل بکنین این میتونه کمک خیلی بسزایی بکنه تا انزالتون بهتر بشه، مدتش بیشتر بشه و در نتیجه روی کیفیت رابطه شما تأثیر بسزایی خواهد داشت، همچنین روی اعتماد به نفس شما تأثیر بسزایی خواهد داشت. مورد دوم این هستش که شما ورزش‌های کگل رو انجام بدین. ورزش کگل به چه صورت؟ من الان بهت یاد میدم. ورزش کگل اینطوری هستش که شما احساس میکنی که الان ادرار داری، ادرارت الانه که بریزه. خب یک بار، فقط یک بار امتحان بکنین زمانی که احساس ادرار دارین خودتون رو نگه دارین، فقط یک بار این کارو بکنین برای اینکه یاد بگیرین که کدوم عضله رو باید منقبض بکنین و در طول روز در حین هر کاری که هستین، مثلا دارین تلویزیون تماشا میکنین، اخبار میخونین یا ایستادین دارین یک کاری انجام میدین یا نشستین دارین یک کاری انجام میدین، میتونید این انقباض رو داشته باشین خودتون و ورزش کگل رو به صورت منظم روزانه انجام بدین. بسیار مؤثر خواهد بود. یکی از درمان‌ها و تکنیک‌های بسیار کاربردی هستش که به کسانی که دچار انزال زودرس هستن در واقع تجویز میشه که این کار رو انجام بده. مورد بعدی استراحت و خواب کافی هست. در واقع ما داریم میگیم سبک زندگی رو بهتره که درست بکنید. عرض کردم استرستون رو کم بکنین، ورزش کگل انجام بدین، خواب کافی و با کیفیت داشته باشین که خواب کافی و با کیفیت به شدت میتونه اثر مثبتی داشته باشه. یک ورزش منظم و روتینی رو داشته باشین، مثلا مثل پیاده‌روی یا یک ورزش سبک اما منظم و روتین باشه. حتما این موارد رو رعایت بکنید. اگر در طول مشاوره شما رفتید مشاوره، مراجعه کردین به یک سکس تراپیست یا اینکه خودتون این موضوع رو میدونین که اگر این مشکل شما ریشه روانی داره، یعنی یک جایی برمیگرده به گذشته شما و یا یک مشکل دیگه، حتما باید از یک روان درمانگر جنسی کمک بگیرین که در طی مشاوره ها به شما کمک بکنن که اون مشکل حل بشه. خب یه سری کرم ها و داروهای موضعی هم هستش که برای انزال زودرس تجویز میشه، اما برای کسانی که دیگه مشکلشون خیلی شدید هستش به شرط اینکه تکنیک ها و درمان هایی که داده میشه رو خوب اجرا بکنن. در کنار این تکنیک ها و درمان ها حالا اون کرم ها یا داروهای موضعی میتونه اثر مثبت و خوبی داشته باشه. اما دوست عزیز، یک چیزی که بسیار مهم هستش اینه که شما و پارتنرت یا همسرت باید با همدیگه ارتباط عاطفی خوبی داشته باشین. باید بتونید نیازهاتون رو به همدیگه بگین. تجربه هایی که داشتین رو، احساسی که دارین در حین رابطه با همدیگه به اشتراک بگذارین و این خود شما هستین که اگر اینها رو مطرح بکنین ممکنه که نیمی از راه رو رفته باشین و خیلی به درمان این مشکل کمک کرده باشین. در واقع شما در کنار همدیگه میتونید این مشکل رو درمان بکنید و یک تجربه متفاوت و لذت بخشی رو داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه و ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید.